رمان شایش، نویسنده محمد خداوردی. فصل دوم. یک. انقلاب با پای برهنه. صبح به نوشت افزار فروشی رفتم و چند مقوا و ماژیک و چسب خریدم. با خط خوش این جملات را روی مقوا نوشتم: فرزندانتان را زنده به گور کنید. ظلم و ستم را در سطح شهر ترویج دهید. عدالت را به پیشگاه خدا قربانی کنید. نگذارید کسی نطق بکشد. ضعیفان را شکنجه دهید. هر اعتراضی را در نطفه خفه کنید. حیوانات را بسوزانید. ما از ارث محرومیم. مقواها را کوچک و بزرگ گرفتم و با چسب به در و دیوار خانه چسباندم. هر کس رد می شد اول فکر می کرد بانک یا مؤسسه‌ای است که اختلاس کرده و حالا معترضان پلاکارت و شعار به در و دیوار چسباندند. خودم هم 4 زانو مثل مال باخته ها جلوی در چنباتمه زدم و پلاکارتی که رویش نوشته بود مرا بکشید به دست گرفتم. اهالی محل به این جور کارهایم عادت داشتند. می آمدند و می دیدند و لبخندی به مسخره می زدند و می رفتند. اما چند جوان غریبه کنجکاو شدند و تمام شعارها را خواندند. برایشان جالب بود. برای مسخره بازی و خنده آمدند و کنارم نشستند و با گوشی فیلم و عکس گرفتند. پلاکارتم را دادم دستشان و روی مقوا جملات جدید نوشتم. یکیشان تلفن کرد و دوستان و دوست دخترهایشان را هم باخبر کردند که بیایند. به نوشت افزار فروشی رفتم و دوباره مقوا سفارش دادم. وقتی برگشتم تعداد نفرات خیلی زیاد شده بود. همه میخندیدند و شاد بودند. مقواها را با شعارها سیاه میکردم و به دستشان میدادم. ظهر نشده بود که جمعیت را نمیتوانستی کنترل کنی. هر شعاری که دوست داشتند میدادند. شعارهایی که من در نظر داشتم هیچ کدام به کارشان نیامده بود. سطل آشغال آتش زده و باعث بسته شدن خیابان شدند و اجازه تردد به اتومبیل‌ها نمیدادند. عکس‌ها و فیلم‌ها در فضای مجازی دست به دست چرخید. بعد از ظهر نیروی گارد ویژه آمد و همه را با باتوم زد. جمعیت متفرق شد و هر کس 2 پا داشت 2 پا هم قرض گرفت و در رفت. فردای آن روز چند لباس شخصی آمدند و به من چشم‌بند و دستبند زدند و سوار مرسدس بنز کردند. موقع بازجویی سوالات متفاوتی ازم پرسیدند. از پدر و مادرم تا تحصیلات و گرایشات سیاسیم. اتهام من اخلال در امنیت ملی بود. منتظر هر جور شکنجه روحی و جسمی بودم. منتظر این که مرا دست نشانده آمریکا و انگلیس بنامند. ولی با تحقیقاتی که از محله انجام دادند به خاطر سفاهت تعهدی گرفتند و آزادم کردند. از نظر آنان من سفیه بودم. کسی که پدر و مادرش طردش کرده بودند و اهل محل به عنوان شخص سبک مغز و نادان می شناختند. با اینکه من علاوه بر کارت پایان خدمت مدرک کاردانی حسابداری و گواهینامه پای 2 رانندگی هم داشتم. عجب روزگاری است. اگر نخواهی در چارچوب‌های شکل گرفته بگنجی و خود را از هر بند و رسته و عقیده‌ای جدا بدانی و در عمل هم به آزادی‌های شخصی و اجتماعی در قالب عقاید فردی معتقد باشی، تو را سفیه می‌خوانند. مثل یک روانی با تو رفتار می‌کنند و می‌گویند دیوانه است. پس خطری برای امنیت ملی ندارد و بهتر است گورش را گم کند تا زندان‌های ما را بیخود اشغال نکند. دو. شماره کارت بده. در جنوبی ترین قسمت بزرگراه امامعلی عده‌ای گلفروش هستند که خانوادگی کنار خیابان می ایستند و کاسبی می کنند. بیشتر مشتریانشان کسانی هستند که به بهشت زهرا رفت و آمد می کنند. در 2 سمت بزرگراه
با فاصله 10 متر می ایستند و ماشین ها را نظاره می کنند. جایی که ماشین ها می خواهند به فرعی بپیچند، ترافیکی ناخواسته شکل می گیرد. مرد و زن و دختر و پسر با دسته های گل رز که با روزنامه تزیین شده دست گل ها را به سمت ماشین ها نشان می دهند. از کودک شیرخواره که به کمر زنها چادرپیچ شدند تا جوانان رعنا و هیکلی. صورتهایشان زیر نور خورشید آفتاب سوخته است و پیدا نیست رنگ و نژادشان چیست. میخواستم بین سمند و پراید لایی بکشم که راننده سمند عزم بیراهه کرد و کودک یکی از این گلفروش ها را زیر گرفت. کودک کچل که چرک و کثافت خیابان روی پوست بدنش دلمه بسته بود، نعره بی صدایی بین جیغ ترمز سمند کشید. موتور را کنار زدم و منتظر جنگ و دعوا ماندم. استخوان پای بچه از پوست بیرون زده بود و قرمزی خونش درخشش بیبدیلی زیر ظل آفتاب داشت. بچه به خود شاشید. اشک و خون کف آسفالت را پوشاند. این سه طوری در هم تنیده شده بودند که باید آزمایشگاه تشخیص میداد که کدام شاش یا خون و اشک است. ترافیک تشدید شد و بقیه خانواده بزرگ گلفروش ها بساطشان را به گوشه بزرگراه پرت کردند و به سمت محل تصادف دویدند. پسر جوان انگار که بخواهد توپ پلاستیکیش را از زیر ماشین بیرون بکشد، بچه را از زیر سمند بیرون آورد. راننده سمند که مرد جا افتاده‌ای بود فرصت را غنیمت شمرد و انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده پا روی گاز گذاشت و رفت. عده‌ای زن و مرد به دنبالش فحش‌هایی دادند. دنده‌ای به موتور دادم و سمند را دنبال کردم. مسافت زیادی سمند را تعقیب کردم. با اینکه به راحتی می توانستم جلویش سبز شوم و خرخره‌اش را بگیرم، صبر کردم تا آبها از آسیاب بیفتد. بعد از مدتی کنار سمند رفتم و گفتم بزن بغل. راننده که تا آن لحظه توپ تکانش نمیداد سرخ و کبود شد. سیگار کنج لبش را زمین انداخت و کج کرد به حاشیه خیابان. موتور را جلوی سمند پارک کردم تا خیال فرار دوباره نکند. پیاده نشد. نگاهی کرد و گفت چی شده داداش؟ لرزش ترس بیخ گلویش بود. محکم و عصبی گفتم چی شده؟ میزنی در میری حرومزاده؟ چاره‌ای جز گردن گرفتن نداشت. جوری نگاهش میکردم انگار برادر کوچکم را کتک زده و حالا من برای بالاخواهی یقه‌اش را گرفتم. میخواستم به صورتش توف بیاندازم و فحش‌های رکیک را رگبار هیکلش کنم، اما بر نفس خود غلبه کردم و گفتم چی فکر کردی در رفتی؟ گفت چیزی نشده بود. دست تکون دادم به داداشت، گفت چیزی نشده. از سمند پایین نیامد. همانطور دست انداختم و گلویش رو فشار دادم. بردنش بیمارستان، خرج دوا درمونش رو تق کن وگرنه زنگ میزنم بقیه بیان چوب تو چونت کنن. داشت خفه میشد. دستم رو پس کشید. گفت خیلی خوب خفم کردی. دست از گلویش برداشتم. توفش را قورت داد و گوشی دست گرفت. شماره کارت بده. باید با شیادان اینجور رفتار کنید. رابین هود بودن را تا قسمت‌هایی که آسیبی نبینم دوست دارم. اینجا تهران است، شهری که سگ صاحبش را نمی‌شناسد. البته کل کشور همینجور است و به عبارت کلی‌تر تمام جهان. وقتی می‌فهمید در نقاط دیگر جهان هم وضع به همین منوال است، دردتان تخفیف می‌یابد. با این حال صحت و سقم این مطالب را از منابع غیر رسمی بیان می‌کنم. بیشتر مسافرها اینجور فکر می‌کنند. آنها هم اطلاعاتشان از رسانه هاست. مثلا روزنامه ها تیتر میزنند که در فلان کشور مردم به خاطر وضعیت معیشتی با پلیس درگیر شدند، و یا تلویزیون برنامه هایی ترتیب میدهد تا ثابت کند سراسر جهان مردم از گرسنگی و بی‌عدالتی در حال مرگ هستند. به طور تلویحی میگویند وضع شما بهتر است، پس کیف کنید. شاید بتوان گفت در برخی نقاط خوی وحشیگری بیشتر است. این جمله کمی بهتر و قابل قبولتر است. اتفاقا اینجا یکی از آن وحشی خانه هاست، جایی که مردم برای زنده بودن تلاش می کنند و یا به قول چارلز بوکوفسکی ما برای رنج کشیدن آفریده شده ایم ولی به دنبال لذت بردن می گردیم.
باید قبول کنیم تنها راه ادامه دادن لذت بردن از چیزهایی است که رنجمان می‌دهد. شرایط باعث می‌شود به هر عمل و گفتاری تن دهم. مثل بقیه مردم منتظر باشم تا وضع بهتر شود. ما مردمانی هستیم که تا به مرگ نگیرندمان به تب راضی نمی‌شویم. مثلا وقتی چیزی گران می‌شود به جای اعتراض سکوت می‌کنیم و دم نمی‌زنیم. در عوض اگر چیزی گران نشود داد غور و اعتراضمان در می‌آید. وقت بحران در خیالمان فکر می‌کنیم حتما وضع بهتر می‌شود و حکومت چاره‌ای می‌اندیشد و ما را نجات می‌دهد. انتظار در فرهنگ ما نقش بسیار پررنگی دارد. در کتاب‌های درسی، در عقیده و فرهنگ، در تاریخ و تمدن منتظر می‌مانیم تا کسی بیاید و نجاتمان دهد. برای ابراز اعتراضات هم به کامنت و پست و دنیای مجازی پناه می‌بریم. مثل بچه‌ای که پدرش کتک می‌خورد و او چون زورش نمی‌رسد از دور فقط به فحش دادن اکتفا می‌کند. دل ما نمی‌آید برای خواسته‌هایمان دست در جیب کنیم و خرج کنیم. دنیای امروز باعث شده بی‌امان به سمت کسب تکنولوژی که هر روز جدید می‌شود و امان نمی‌دهد خود را به او برسانیم بشتابیم. سه، خرده بورژوا یا چگونه روده هایمان را در شرایط سخت خالی کنیم. من 26 سال سن دارم ولی به اندازه کافی بزرگ نشدم. بیشتر اوقات با موتور کار میکنم. پول را از کف خیابان از دهان لاشخورا و کفتارا بیرون میکشم. جادوگری است. دست در دهان کفتار میکنی و پول بی ارزش را در میآوری. بعد دست زخم و زیلیت را آماده میکنی تا از پنجه های لاشخور در برابر چند اسکناس ناقابل که هر روز از ارزش میافتد محافظت کنی. برای زنده ماندن باید قوی بود. اگر پول دار باشی به راحتی میتوانی مثل انسانها زندگی کنی. وقتی هم پدر مادر درست حسابی نداشته باشی مجبوری حیوانوار خودت گلیم خودت را از آب بیرون بکشی. خانه من زیر پله است. در جنوبی ترین منطقه شهر. جایی که خانه ها قدیمی و کوچه ها باریک و تنگند. فضایی به ابعاد 1.5 متر در 2 متر و نیم. موتورم را به تیر برق روبروی در زنجیر می کنم. شبها اگر دستشویی داشته باشم در جوب می شاشم. برای دستشویی بزرگ یا همان ریدن باید صبر کنم تا اذان صبح. اگر حال مسجد رفتن را نداشته باشم راه آسانتری بلدم. یک بار کنار اتوبان یادگار امام کنار زدم و پیاده شدم. روده هایم سر و صدا می کردند. انگار که جنگی در گرفته باشد و سپاه شکست خورده راه فرار را نداند. یادگار شلوغ نبود. از پشت دست کردم شلوارم و زور زدم. مقعدم مثل دهان اژدها باز شد. گوه را از شلوارم بیرون آوردم انداختم کنار جدول. داشتم دستم را با برگ درخت تمیز می کردم که جک شاسی بلند کمی جلوتر متوقف شد. راننده مردی موبور بود. یقه پیراهنش مثل دندانهایش سفید بود. پیاده شد و کنار جاده استفراغ کرد. محتویات شکمش عین حلیم نظری از گاردریل آویزان شد. حدس زدم همه واقعه را دیده. عصبانی شدم. بوی گند استفراغش بوی گوشت ترشیده میداد. نگاهی به شاهکارم انداختم. فقط بوی گوه میداد. معلوم بود روده و معده‌ام رس غذاها را کشیده و چیزی جز گوه بیرون نداده. بعد موبور سرش را بالا کرد. ملامت آمیز جوری که در چشمانش میشد خواند که میگوید این چه کاری مردک. نگاهم کرد. کفرم را در آورده بود. گوه را با دست برداشتم و پرت کردم روی شیشه عقب ماشینش و گفتم خوشت اومد؟ همینو میخواستی؟ ان شره کرد و افتاد روی برف پاک کن و بعد هم روی زمین. سفیدی ماشینش به رنگ قهوه‌ای درآمد. خونسرد سوار موتور شدم و آرام به سمتش رفتم. رنگ به چهره نداشت. انگار که برق گرفته باشدش نگاهم میکرد. چشم تو چشم شدیم. آس آخر را برای کد کردن رو کردم. باورش نمیشد.
توف خلطدار را از عمق گلو بالا آوردم و روی زبان تنظیم کردم و بعد روی صورتش شلیک کردم. چشمش بسته شد. عق زد. از آینه شکسته‌ام می دیدمش که صورتش را با دستمال و محلول ضد عفونی کننده یا الکل پاک می کند. موبور هم فکر می کرد من کرونا دارم، مثل پدر و مادرم. از وقتی کرونا آمده دیگر نگذاشتند حمام بروم. اگر سر حال باشم شیر کنار خانه را باز می کنم و شلنگ وصل می کنم و می کشم تا جوب و سر و صورتم را با صابون گلنار می شویم. چهار، سگ‌های ولگرد. سر حال و شنگول آمدم خانه. موتور را قفل کردم و کلید انداختم به زیر پله. سیگاری دود کردم و پیامک بانک را در گوشی چک کردم. شاید میشد پول بیشتری درآورد. البته که پول اهمیتی ندارد. اولویت تو دهنی محکم به راننده سمند بود. صدای باز شدن در نیم طبقه بالا آمد. احتمالاً پاپا جان شام می آورد. نمیداند من در اتاقم استراحت می کنم. از دیوار زیر پله اندازه 2 تا آجر خالی کردند و انگار که سلول انفرادی باشد شام و نهارم را از طریق دریچه‌ای به داخل زیر پله می فرستند. پاپا یقیناً دستکش و ماسک زده و برای محکم کاری شیلد را روی پیشانی خود مهرموم کرده. شاید هم لباس مخصوص کرونایی پوشیده و خود را جوری محافظت کرده که مبادا ویروس کرونا از لای درزهای لباسهایش وارد شود و بی‌محابا به ریه برود و تولید مثل کند و جانش را بگیرد. پاپا چند وقتی است شوخی‌های شیرین مرا نچشیده. احتمالاً دلش برایم تنگ شده. ظرف یک بار مصرف شامم را به وسیله چوبی از دریچه هل می‌دهد داخل. با صدای وحشیانه من می‌ترسد. خندم می‌گیرد. ولی مقاومت می‌کنم و به نعره کشیدن ادامه می‌دهم. از سوراخ دریچه می‌بینم که از ترس عقب رفته و پایش لیز خورده و به دیوار پشت سرش خورده و روی زمین ولو شده. صدای وحشتش از لای ماسک و شیلد به سختی شنیده می‌شود. پاپای بیچاره. لابد سگ هاری را می‌بیند که دندانهای تیز و برانش را نشان می‌دهد. لیش لزج و چسبناکم را که احتمالاً ویروس کرونا به همراه دارد در هوا پخش می‌کنم. پاپا با همان حال و هوا سعی می‌کند جانش را بردارد و فرار کند. دست از سوراخ بیرون میبرم و پایش را میگیرم. به مرز سکته میرسد. ناله هایش خنده‌دار است ولی هیچ لبخندی نمیزنم. خیلی جدی. مثل زامبی ها دست انداخته و میخواهم پاهایش را گاز بگیرم. با بدبختی خود را نجات میدهد و فرار میکند. فحشی که میدهد شبیه سنگی است که در قابلمه دربسته انداخته و تکان میدهند. ظرف غذا را باز میکنم. برنج هندی و کمی لوبیاست. قاشق را کنار میگذارم و مثل حیوانات پوزم را درون ظرف میکنم و مشغول میشوم. احتمالاً مامان نمایش را کامل دیده و برای نجات شوهرش تا دم در آمده و دست و پای پیرمرد را گرفته و داخل خانه برده. بعد تمام لباسهای شوهر را درآورده و ضد عفونی کرده و یا در ماشین لباسشویی انداخته و شوهر را روانه حمام کرده. بعد سراغ سطل داروها رفته و ویتامین و پروتئین را آماده کرده تا وقتی مردش از حمام آمد بدهد با آبطلا میل کند تا ایمنی بدن و فشار و قندش تنظیم شود. خانه زوار در رفته است. 40-50 سال از سال ساختش می‌گذرد. دیوارها نمور و خشت و پیش بی حال و رمق است. نمی‌دهد مشارکتی آپارتمانی بسازند و شراکتی چند واحدی دوبل و سوبل سود کند. عقلش هم بکشد ورثه درست و درمانی ندارد که راه حماقتوارش را در این زندگی نکبتی ادامه دهد. یک برادر بزرگتر داشتم که چند سال پیش مهاجرت کرد و من را با کلی ارث تنها گذاشت. بعد از مرگ پاپا و ماما من صاحب خانه می شوم. من هم می گذارم همین طور بماند. عین الاغ پیر بارمان را می کشیم و استفاده را می بریم و می سپاریمش به بعدی ها. احتمالاً بعدی ها هم تا الاغ جان دارد سواری می گیرند و وقتی زرت و الاغ قمصور شد
لعنت به قبلی ها میفرستند. وقتی والدینم بمیرند من پادشاه خانه میشوم و هر کار دلم خواست میکنم. سگ‌ها و طول سگ‌های چرک و کثیف را از خیابان میآورم خانه و اسکان میدهم. صبح تا شب هم با موتور جان میکنم تا وقتی خسته و کوفته از سر کار باز میگردم در کنار خانواده سگیم بلولم و کیف کنم و لقمه نانی به دندان بگیرم. البته پاپا و ماما هم امید دارند من بمیرم، یا با موتور تصادف کنم و یا از بیماری و ویروس و کثیفی سقط شوم. شهامت زهر خور کردنم را ندارند. آدم‌های ترسویی هستند، آدم‌هایی که هیچ به درد جامعه نمیخورند، فقط هستند که باشند. از اینجور آدم‌ها تا بخواهید وجود دارد. کارمندان دونپایه، کارگران بیزبان، زنان خانه‌دار خنگ، نظامیان مفتخور و غیره. حالا باید دید روزگار چه میخواهد. با این حال فکر میکنم کسی مثل من بیشتر به درد زندگی میخورد تا این بی مصرف های بازنشسته. پنج. باغبانی که پادشاه بود. چهار صبح جلوی در معاینه فنی رفتم. موتور را جوری پارک کردم که کسی نتواند جایم را بگیرد. ساعت 5:40 یک پراید آمد. گفتم آقا من جلوی شما هستم، داداشم رفته ماشین رو بیاره. گفت باش. کنار مرکز معاینه فنی پارکی بود. لباسهایم را در آوردم و لخت لخت روی چمن دراز کشیدم. ساعت گوشی را روی 8 تنظیم کردم. چشمم داشت گرم خواب میشد که باغبان جاروی بلندش را به آلتم کشید. با آن لباس سرتاپا سبز گمان میکردی یکی از ملائکه است که تو را در نهرهای شراب بهشت سوار قایق کرده و جاروی بلندش هم احتمالاً پاروی قایق را نیست. بلند شدم و سلام کردم. با ادب بود. سلامم را با صدای بمش جواب داد و گفت جنازتو از پارک من بنداز بیرون. گفتم به روی چشم قربان، امیدوارم مصدق اوقات نشده باشم. گفت نشدی، ولی کم مونده بود بشی. لباسها را تن کردم. زنگ ساعت هنوز به صدا در نیامده بود. نگاهی به صف معاینه فنی کردم. تا قیامت ماشین در صف بود. رفتم سراغ نفر آخر. مردی ایستاده بود و داشت با 206 آلبالویی حرف میزد. به راننده گفتم تا ظهر باید وایسی. همدلانه گفت خیلی شلوغه، برم فردا بیام. مرد ایستاده گفت فردا هم همینطوریه. انگار که چندین سال از با آنها رفاقت دارم گفتم جام رو بهت میفروشم. از خدایش بود. حقوق 1 روز کارگر روزمزد را گرفتم و موتورم را جابجا کردم و به پشت سری گفتم داداشمه. 206 کلی دعایم کرد. احساس خوبی داشتم. انگار که چند کیلو ثواب به فرشته شانه سمت راستم داده باشند. یکوری موتور را روشن کردم. در راه فرشته ها با هم دعوایشان شد. فرشته شانه چپ می گفت با این پول میتونی بری پارک و از باغبون اجاره کنی و تا شب لخت رو چمنا بخوابی. فرشته سمت راست که لبهایش را قنچه کرده بود گفت چه کاریه؟ میری خونه میخوابی دیگه، حتما باید پولتو دور بریزی. انگار آپولون و دیونیسوس به جان هم افتاده باشند. بعد فرشته سمت چپ که شاخ داشت سرخ شد و چنگال بزرگش را در لب فرشته سمت راست کرد. پریدم وسط و گفتم خیلی خوب دعوا نکنید. سر خر را کج کردم و رفتم سراغ باغبان و درآمدم را جلویش گرفتم. هر کار کردم نگرفت. حتی اسکناس ها را زمین انداختم که بردارد، ولی پول را سری برداشت و در یقه تیشرتم کرد. شش. نذر سلامتی.
شاید به گوش شما همین جملات خورده باشد. جلوشون رو میگیرن، اینه وضع، اگه ولشون کنن که دیگه خدا رو بنده نیستن. یا خوب ارشاد هست یکم میترسن وگرنه لخ میومدن بیرون. و یا اگر حکومت عوض بشه کی زنها رو میخواد از خیابونا جمع کنه؟ آدم باید به یکی دو اصول اخلاقی مقید باشد. ما در جامعه مذهبی زندگی میکنیم. اکثر آدمها با دین و ایمان هستند و از زندگی متدینانه لذت میبرند. نمیتوانی ولنگ و باز بیایی بیرون و توقع حادثه بد را نداشته باشی. وقتی میگویند حجاب معصومیت میآورد بیخود نیست. چند وقت پیش در مسجد مرد مسنی میگفت زمان شاه بود، بعضی از زنها با مینی جوب می اومدن بیرون و از حال بدی داشتن. زنه با مینی جوب داشت و خیابون بوزرج مهری میرفت. یه پسر جوون که باربر بود نتونست خودشو نگه داره، پرید و از پشت زنه رو بغل کرد. زنه شروع کرد به جیغ و داد. هرچی کاسبای اطراف خیابون گفتن ولش کن، پسر جان مگه غار مادر نداری و غیره، به گوشش نرفت. آخر سر یکی از کاسبا سنگ ترازو رو برداشت زد به سر پسره. زنه از ترس آبروش در رفت. پاسبون اومد کاسب و دستگیر کرد. کاسب هرچی گفت پسره داشت به زن مردم تجاوز میکرد. گوش پاسبون بدهکار نبود و میگفت به تو چه؟ خلاصه که گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسکری. کاسب بیچاره به خاطر گناه پسر باربر باید بره بازداشتگاه. این عدالته؟ بعد انقلاب دیگه این خبرها نیست. ولنگواری برچیده شد. امروزه این همه تبلیغ حجاب خانم‌ها را می‌کنند. هیچ عذر و بهانه‌ای نیست. اگر عقل داشته باشند پند می‌گیرند و اگر پند نگیرند من کمک می‌کنم پندپذیریشان را بالا ببرند. ماجرا مربوط به دوران قبل از کرونا بود. ساعت 7 صبح، ساعتی که آدم‌ها تازه از خواب بیدار شده و حال و حوصله هیچ کاری را ندارند و به قول معروف هنوز ویندوزشان بالا نیامده، سوار بر موتور در میدان منیریه منتظر مسافر بودم. دختر عجله داشت و میخواست به اتوبوس برسد. روسریش از سرش به روی شانه افتاده بود. داشت به سمت ایستگاه میرفت که جلویش سبز شدم. نگاهم کرد. نگاهش کردم و یکی از آن تفها را به صورتش انداختم. توف روی ابروی چشم سمت راننده نشست. آمپر چسباند. گاز دادم و 10 متری ازش فاصله گرفتم و نگاهش کردم. با پشت دست توف نازنینم را پاک کرد. کفری بود و خونش را میخورد. پر پیدا بود که روزش را زهرمار کردم و تا شب دماغ و افسرده خواهد بود. چه فحش‌هایی! از چیزی که نداشت میگفت و خواهر و مادرم. خوشم نیامد. نه به خاطر فحشایی که به من میداد، بیشتر به خاطر ضعفش. اگر من باعث ناراحتیش شدم چرا به کس دیگری ناسزا میگوید؟ خیره سر نگاهش کردم. گفتم حجابت. مغزش آتش گرفت و روسری را از دور گردن برداشت و به سمتم پرت کرد. انگار که من اسرائیلی باشم و او سنگانداز فلسطینی. با این حال روسریش مثل پر در هوا معلق خورد و روی زمین افتاد و تاکسی از رویش رد شد. لبخندی زدم و رفتم. دوباره صبح روز بعد همانجا منتظر ایستادم تا بیاید. این بار سرنگ آمپول را پر از اسید کردم. میخواستم به سمتش بروم که پیش دستی کرد و سر و صدا راه انداخت. که مرتی که بی حیات چرا توفی کنی رو سر و صورت مردم؟ مگه خواهر مادر نداری؟ بی همه چیز. چند جوان و چند راننده تاکسی جمع شدند و راه را بر من بستند. جوانی جلوی موتورم را سد کرد و گفت برای چی مزاحم میشی؟ گفتم من اصلا این خانومو نمیشناسم. احتمالاً با شوهرش دعوا داره، اومده تو خیابون به ملت گیر میده. انگار که بکارتش را هدف گرفته باشم جری شد. شوهر ندارم که بخوام دعوا کنم. به حرفش دویدم و گفتم خب شوهر کن، به من چه؟ تو دیروز توف انداختی رو صورتم. من؟ خواب دیدی خیر باشه. گفتی حجابت، بعد در رفتی. خب
حجابتو درست کن که رود توف نندازن. جماعت ملامت آمیز دختر را نگاه کردند. یکی گفت راست میگه. دختر مجبور شد دستی به سر بکشد تا مطمئن شود روسریش سر جاست. سر بالا کردم و انگار که بحث فلسفی مهمی را پیروز شده باشم گفتم حرف حساب جواب نداره. خطاب به جمعیت انگار که نطق ریاست جمهوری را در میدان آزادی ایراد میکنم گفتم همین خانوما هستن که فساد و ترویج میدن و جوانا رو از راه به در میکنن. جوان دخالت کرد و یقه‌ام را گرفت و گفت مزاحم نشو دیگه، فهمیدی؟ گفتم خیلی خوب. جوان میان قرقرهای دختر راه را باز کرد که بروم. فرصت به سرنگ اسید نرسید. راه که باز شد توفی به دختر انداختم که دقیق نبود و روی روسریش افتاد. گاز موتور را گرفتم و رفتم. این بار دختر عصبانی نشد. جلوی جمع انگار آب سردی به هیکلش ریخته بودند. مات نگاه میکرد. زنی که منیریه را با شهرنو اشتباه گرفته بود. فکر نمیکرد با این طرز پوشش چه جوانهای عزبی را از راه به در میکند. به سر کوچه رسیدم. سرنگ را پای درخت 100 ساله کردم و انگار که بخواهم نیزه به قلبش فرو کنم تمام اسید را خرج ریشه‌اش کردم. با اینکه 2-3 نفری شاهد ماجرا بودند کسی اعتراض نکرد. درخت گوسفند شد و قربانی خبط و خطای دختر. هفت، سیب زمینی. خانه ما 2 کله است. یک کله به کوچه حیاتدار باز می شود که پاپا و ماما از آن تردد می کنند و کله دیگر به مغازه نجاری و زیرپله من که خیابان اصلی است و رفت و آمد ماشین ها. چندین سال پیش وضع مالی پاپا افتضاح بود. پول نزول کرده بود و با پول نزول جدید سود نزول قدیم را می داد. برای خرید جنس مغازه خرازیش پول نزول می کرد. جنس فروش نمی رفت و موعد سود می رسید. گوه تو گوهی بود. یادم می آید که هر روز پوره سیب زمینی می خوردیم. صبح از خواب بیدار می شدیم و پوره سیب زمینی شب گذشته را می خوردیم. ظهر که از مدرسه می آمدم ناهار پوره سیب زمینی بود با پیاز خام. برای شام اگر پوره سیب زمینی نبود حتما اشکنه بود و دوباره روز بعد به همین ترتیب با پوره سیب زمینی آغاز می شد. شاید بگویید پوره سیب زمینی هم غذاست دیگه، بخور بگو شکر. اما غذایی را اگر هر روز به مدت 6 ماه یا بیشتر مدام بخورید حالتان از زندگی به هم می‌خورد. پوره سیب زمینی نباشد مرغ مسما باشد. تکرار آدم را افسرده می‌کند. شاید بهتر است بگویم پوره سیب زمینی آدم را دیوانه می‌کند. نمیخوام از پوره سیب زمینی و گرسنگی و بدبختی و عقده‌های قدیم حرف بزنم. ترجیح میدم گذشته را در اعماق تاریخ چال کنم و هیچ اشاره مستقیمی به آن نداشته باشم. آدم با یادآوری خاطرات و یا جملات و لحظات بد انرژی بد انتقال می‌دهد. انرژی بد هم به دیگران منتقل می‌شود و این گونه است که یک ملت بی خود و بی جهت افسرده و ملول می‌شوند. یک نگاه به جوان 20 ساله دور و اطرافتان بیاندازید. انگار پیرمرد 80 ساله است. چرا؟ چون اطرافیان، دوستان، آشنایان، حتی پدر و مادر و معلم و استاد و وزیر و وکیل انقدر انرژی بد میفرستند که بیچاره هیچ امیدی برای ادامه زندگی ندارد. هفت، فرزندانتان را زنده به گور کنید. 4 ساله بودم و برای بازی به کوچه رفته بودم. قدیم اینطور بود که بچه ها را کوچه بزرگ می کرد، نه پدر و مادر. چه بازی می کردم یادم نیست. فقط تصویر عصبانی پاپا را به یاد دارم که ابرو گره کرده و دنبال من آمده بود. با قدم‌های بلندش اول پسی محکمی به گردنم زد و بعد محکم دستم را گرفت و به طرف خانه برد. هر قدم که برمی داشت من باید 5 قدم برمی داشتم. اگر نمی رسیدم دستم را آنقدر می کشید که از جا بلند شوم تا به جایی که او قدم گذاشته برسم.
پاپا مغنی استخدام کرده بود و داشت حیاط خانه را میکند. همه جا را خاک و خل و گل و شل گرفته بود. مرا وسط حیاط، جایی که مغنی نصف نیمه کنده بود، پرت کرد و شروع کرد با بیل رویم خاک ریختن. من اما خود را در قبر می دیدم، کنار کرمها و مورها. همه چیز وحشتناک و وحشیانه بود. مغنی انگار که زمان استراحتش باشد نشسته بود و چای می نوشید و زنده به گوری مرا در نمایشی مضحک تماشا می کرد. زیر فریادهایم به مغنی التماس می کردم و می گفتم آقا تو رو خدا نذار منو بکشه، من فقط بازی کردم، دیگه بازی نمی کنم، قول میدم. مغنی هم به جای اینکه دلش به رحم بیاید و وساطت کند، بیشتر خنده‌اش می گرفت و این نمایش کمدی سر کیفش آورده بود. پاپا از اینکه کسی را نداشته تا کمک دستش باشد، این تنبیه را در نظر گرفته بود و فحش‌هایی که آن زمان معنای آنها را نمی‌دانستم نثارم می‌کرد. تنها چیزی که به یاد دارم این جمله بود: ما این بچه رو نمی‌خواستیم، از دستمون در رفت. بعد دیدم که پشت خشمش نگاه خنده‌داری دارد و به مغنی چشمک می‌زند که مثلا دارم بچه را آدم می‌کنم. من اما فقط 4 سال داشتم. از این کنایات با خبر نبودم. میبینید؟ باز هم چسناله. هر کار میکنیم چسناله ها از ما دور نمیشوند و هجوم انرژی های منفی دست از گریبانمان بر نمیدارند. حالا کمی لبخند بزنید و با انرژی خوب که تعریف دقیقی از آن ندارم و فقط در ترانه های 6 و 8 میتوان معنای نصف نیمه ای از آن داشت همراه هم باشید. پاپا در حیاط خانه چاه آب زد. چاه آب او متفاوت از آبهای جهان بود. آبی بسیار با کیفیت که گازدار بود. وجود گاز CO2 در فاصله زمانی معین از چاه حیاط خانه فوران می کرد. آب چاه بسیار با کیفیت بود و پاپا آب را به حاجیانی که مکه رفته بودند و آب زمزم گیرشان نیامده بود می فروخت. حتما می پرسید وضع و اوضاع مالی باید خوب شده باشد، ولی اینگونه نبود. انگار که پاپا زن و زندگی دیگری هم داشته باشد و یا خرج نزول هیچ وقت پایان نداشته باشد. ما هیچ پولی نمی دیدیم و پوره سیب زمینی تا دوران جوانی و دانشگاه رفتن قوت غالب بود. چند سال بعد چاه آب گازدار توسط اداره آب و فاضلاب به جرم فروش و پخش آب غیر بهداشتی بسته شد و پاپا دیگر نتوانست کاری کند. بعدها فهمیدم که خاک حیاط را هم به عنوان تربت کربلا می فروخته. با این حال مردم بسیار او را دوست داشتند و به دیده مرد دین به او نگاه می کردند. این مردم بسیار ساده هستند و هر چه می بینند باور می کنند. به همین خاطر است که وقتی صدا و سیما می گوید صاحب خانه ها از افزایش اجاره در دوران کرونا صرف نظر کردند، باور می کنند و اگر بگوید سلطان سکه و دلار و مرغ و گوسفند و حتی دمپایی را گرفته ایم و دار زدیم، مردم خیالشان راحت می شود که دیگر مشکل افزایش قیمت نخواهند داشت. عرض 1 هفته سیگار را با 3 قیمت متفاوت خریدم. واقعا نوبر است. کسی هم اعتراضی ندارد. من هم معترض نشدم. کرایه موتور را هم نتوانستم افزایش دهم. با همان قیمت قبلی مسافر کشی کردم. دخل و خرج بقیه هم همینطور است. چیزی از جیب میگذارند و اموراتشان را میگذرانند. وضعیت جیب انگار خوب است. شما یک جیب داری که کم و کسری ها را از آن بر میداری. کی جیب خالی شود خدا میداند. هشت. غسل. کرونا وارد موج دوم شده. شهر را گرد مرگ برداشته و مردم ثروتمند از ترس جانشان بیرون نمی آیند. ماه کامل است و در خیابان پرسه می زنم. خیابان فرشته مرده را زنده می کند.
ساختمان‌ها و حال و هوای کوچه و خیابان با پایین شهر متفاوت است. نورپردازی‌ها، گل و گلدان‌ها با آدم حرف می‌زنند. در می‌آیند توی رویت و می‌گویند ببین زندگی چقدر زیباست. یا ببین چقدر امید و آرامش در زندگی جاری است. هیچ کس بیرون نیست. موتور را پارک می‌کنم و وسط خیابان مثل گرگ‌ها زوزه می‌کشم. نگاه می‌کنم ببینم کسی عکس‌العملی نشان می‌دهد یا نه. خبری نیست. باز زوزه می‌کشم. زنی سرلخت از پنجره نگاه می‌کند. زوزه را قوی‌تر می‌کشم، انگار که بخواهم به گرگ‌های دیگر بگویم بوی غذا را شنیدم، بیایید. زن می‌رود و می‌آید و باز نگاه می‌کند. به ساختمانشان نزدیک می‌شوم. بویش را از پشت آیفون حس می‌کنم. دارد مرا نگاه می‌کند. زبان در می‌آورم و له له می‌زنم. صدای دورگه‌اش از آیفون شنیده می‌شود. بیا بالا آقا گرگه. در باز می‌شود. وارد می‌شوم. لابی با چند مبل و گلدان تزیین شده. آسانسور باز می‌شود و داخل می‌شوم. نمی‌دانم کدام دکمه را بزنم. آسانسور بسته می‌شود و بالا می‌رود. خودش می‌فهمد باید کجا ببردم. ایستد و باز می‌شود. در باز و خانه نیمه تاریک است. صدای زن می‌آید. بیا تو آقا گرگه. بیا منو بخور. روی مبل‌ها چند دختر و پسر چپه شدند و انگار مواد کشیده باشند یا مست باشند، حال خرابی دارند. زن روی مبل لم داده و سیگار می‌کشد. جلو می‌روم و مثل دانش آموزی که قرار است شعری را از حفظ بخواند روبروی زن زوزه می‌کشم. زن می‌خندد. نزدیکش می‌روم. کسی هذیان می‌گوید. زن شروع می‌کند به زوزه کشیدن. خود را روی پاهایم می‌اندازد و زوزه می‌کشد. خوی وحشیانه‌ام تحریک می‌شود. من هم مثل او 4 دست و پا می‌شوم. دندان به گردنش می‌برم و گاز می‌گیرم. خوشش می‌آید. لباسش را می‌درم و تن و بدنش را گاز می‌گیرم. رد دندانهایم روی شانه و کمرش تا کپل و باسنش می‌رسد. زوزه می‌کشد. کسی در هذیان‌هایش پیشته می‌کند. احمق فرق گرگ و گربه را نمی‌فهمد. کفش زن را به صورتش پرت می‌کنم. خفه می‌شود. خنجر تیز شده‌ام را در قلب دشمن فرو می‌کنم. حس می‌کنم حالا زن مسلمان شده. از کرده خود خوشنود می‌شوم و انگار که سلام نماز را تمام کرده باشم دستی به صورت می‌کشم. احساس گرسنگی می‌کنم. بو می‌کشم. انگار که خانه خودم باشد به آشپزخانه می‌روم. روی میز دیزهای چلو کباب و جوجه کباب است. درون بشقاب می‌ریزم و با قاشق و چنگال مشغول می‌شوم. موسیقی کلاسیک پخش می‌شود. از آن موزیک‌ها که آدم را یاد کارتون تام و جری می‌اندازد. زن روی زمین لخت به پشت خوابیده. سراغ بقیه می‌روم و لباس‌هایشان را پاره می‌کنم. همه لخت و خواب آلوده‌اند. بعضی نگاهی می‌کنند و دوباره به خواب می‌روند. زیپ شلوارم را پایین می‌کشم و با ریتم موسیقی تام و جری روی همه‌شان می‌چاشم. حالا همه را غسل دادم و گناهانشان را پاک کردم. نه، ما از ارث محرومیم. غروب نجار خفتم را گرفت. نجار مستاجر پاپاست و بابت اجاره مغازه چیزی برای پسنداز به آنها می‌دهد. پاپا و ماما علاوه بر حقوق بازنشستگی اجاره را هم خودشان می‌خورند.
با این حساب من در دوران کهنسالی فقط اجاره نصیبم می شود. پاپا قبل از اینکه مغازه را اجاره بدهد خرازی داشت. چرخ کاسبیش که نچرخید مغازه را اجاره داد. نجار پیر خراباتی است برای خودش. شعرهای حافظ و مولانا را با چوب کار کرده و به در و دیوار نجاری زده. هر از چندی پاپا چغلی مرا پیشش می کند و پیر خرابات پروین اعتصامی می شود و شروع می کند از فضائل نیکی به پدر و مادر، خواندن نماز سر وقت و خوشخلقی و خوشبرخوردی با دیگران نصیحت کردن. من هم مثل پسر بچه‌ای که از کرده خود پشیمان است گوش به نصایح ناصح می دهم. غروب که مرا دید دستی به ریش کشید و صدایم کرد به مغازه‌اش بروم. داخل که رفتم چهرهش مثل نقاشی درویش قهوه‌خانه ها بود. کلاه سفیدی بر سر گذاشته بود و قلیان خانسار بر لب گفت: پسر جون، باز پدر و مادرت رو اذیت کردی که. گفتم از دوست داشتن زیاده. آدم کسایی که خیلی دوست داره ناخواسته اذیت میکنه. از قوری کنار دستش چای درون استکان ریخت و روی نعلبکی گذاشت و تعارف نکرده گفت: امیرالمومنین علی علیه السلام میگه کسی که پدر و مادر خودش رو غمگین کنه عاق والدین میشه. کارش راست نمیاد. هر چی میدوه به خواسته و مراد دلش نمیرسه. گفتم من کارم راست اومده، هیچ مشکلی هم ندارم، به خواسته و مراد دلم هم رسیدم، خیلی هم راضی هستم. اگه رسیده بودی جات تو اون زیر پله نبود. بابات از ارث محرومت کرده، میدونستی؟ همه دار و ندارش میرسه به مؤسسه خیریه. تصویر سگ‌ها که مأموران شهرداری با سرنگ اسید می‌کشتند از جلوی چشمم رد شد. چرا این کارا رو میکنی آخه؟ تو تحصیل کرده ای؟ ازت بعید این رفتار. تو چرا این کارا رو میکنی؟ تعجب کرد. بعد انگار که رازش را فاش کرده باشم تأکید کردم چرا؟ چرایی که بیشتر به جمله قبلتر نزدیک بود. چه کار کردم؟ صبح تا شب تو این نجاری جون میکنی و باز 8 گرو 9. تو این سن و سال نتونستی یه مغازه برای خودت داشته باشی که اجاره نخوای بدی. صبح و ظهر و شب منت خدا رو میکشی که بهت مال و سلامتی و چیزای چرت دیگه بده. ادای آدم خوبا رو در میاری که بهت احترام بذارن. در واقع تو داری گدایی میکنی، گدای احترام مردم شدی. این گدایی نیست بچه جون. تو هنوز جوونی و فرق خوب و بد و نمیدونی. هنوز دهنت بوی شیر میده. پوکی به قلیانش زد و نگاه هم کرد. هیچ دودی از دهانش بیرون نمی آمد و انگار برای مسخره بازی پک میزند. گفتم یه نگاه به خودت بکن، به این شعرها که دیگه از مد افتاده، به این اخلاق و رفتار که هیچ کس بابتش 2000 هم کف دستت نمیندازه. عقب موندی عمو جون. هم سن و سالای تو انقدر از تو زرنگتر بودن که الان حقوق بازنشستگی میگیرن یا نه 4 تا خونه و مغازه دارن که باش اموراتشون رو بگذرونن. ولی تو چی؟ به نظرت راه درست رو رفتی؟ قبل اینکه مجال سخن داشته باشد جواب دادم نه. یک دستی چای را در نعلبکی ریخت و هورت کشید بالا. ناغافل بادی در دادم که صدای بلندی داشت. به روی خود نیاوردم. پیر خرابات نگاهی از بالای عینکش کرد و نشنیده گرفت. ادب پسر جون، ادب چیز خوبیه به خدا. این رفتارها رو از کجا یاد گرفتی؟ چرا نصیحت پذیر نیستی؟ کدوم آدمی رو نصیحت کردی که به حرفات عمل کنه؟ کی بوده؟ یه نگاه به اطرافیانت بکن، همه دنبال هر چیزی هستن الا نصایح تو. خشمگین به ابیات روی دیوار حمله کردم و انداختمشان روی زمین و گفتم دیگه هیچ خری این چرندیاتو نمیخونه. دنیایی درست کردید که آدما خواسته یا ناخواسته امیال یه عده رو با همین چرندیات برآورده میکنن. حالا تو از امیرالمومنین حدیث بلغور کن.
انگار که خودت هم ماشین آدم عوضی ها شدی و میخوای با ریا و کلک مردم رو به کم خواستن و ساده زیستی و تحجر بکشونی. مردم به اندازه کافی این چرت و پرتا رو شنیدن، اثر نداره. نگاه عاقلان در سفیهانه‌ای کرد و گفت اثر داره. نفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم. او متکلم وحده شده بود و انگار که یاسین در گوش خرخوانده باشم قرآن به سر نیزه زده بود و مرا ارشاد می کرد. لابلای حرفهای پیر خرابات به خود فکر می کنم. واقعا من چرا این کارها را می کنم؟ چرا به هیچ اصولی پایبند نیستم؟ این سرکشی و تمرد از کجا می آید؟ چرا هر کس فکر می کند راه درست را خودش می داند؟ چرا برای رسیدن به خواسته هایمان از هیچ جنایتی دریغ نمی کنیم؟ چه چیزی در درون ما مرده؟ دنبال چه هستیم؟ به کجا می رویم؟ بیشتر فکر می کنم که اگر 10 سال پیش بود چه می کردم؟ یا اگر 10 سال بعد شود؟ این 10 سالهایی که مثل برق و باد می آیند و می روند و آدم را موجودی دیگر می کنند، آدم را جوری عوض می کنند که قبلا نبوده. شاید اگر آینده یا گذشته خودت را ملاقات کنی با خنجری ترتیب خودت را بدهی. بیان که لا به لای جملات پیر خرابات نقطه‌ای بشنوم، راهم را می کشم و به زیر پله‌ام می روم. کپون. دوران نوجوانی می تواند بدترین دوران زندگی هر کسی باشد. هنوز به بلوغ نرسیده ای و هر خطایی را می خواهی تجربه کنی. نصف بیشتر این دوران را در صف خرید سپری کردم. پول تو جیبی برای پاپا بی معنا بود. در صفها می ایستادم و بابت مالیات خرید مابقی پول را در جیب می گذاشتم و به کلوب می رفتم. کلوب زیرزمینی پر از بازی بود. فوتبال دستی سکه‌ای، تنیس روی میز و از همه مهمتر بازی‌های کامپیوتری. در دنیای بکش تیکن غرق شده بودم. با هر ضربه‌ای که می‌زدم نواهای آه، اکه هی، کشتمت، لعنتی و غیره از خود متصاعد می‌کردم. من نینا بودم، دختر کشیده سکسی که فقط می‌توانستی در کلوب یک همچین تیکه‌ای را به صورت انیمیشن ببینی. گرم و عرق کرده راند اول را پیروز شدم. انگشت شستم به سبب ضربه هایی که به دسته بازی می زدم سر شده بود که نفسهای پاپا را پشت گردنم حس کردم. نفس پاپا بوی سبحان الله می داد. انگار که با هر بار نفس کشیدن ذکر می گوید. با 2 انگشت موهای پشت سرم را نیشگون گرفت و گفت بیا بیرون. پا که از کلوب خارج کردم با مشت و لگد انگار که بروسلی باشد تمام خون مرا حیف و میل کرد. سعی کردم به او حمله کنم و از خود دفاع کنم، ولی انگار که مرد یخی باشد با نگاهش یخ پرت می کرد و چیزی نگذشت که گیم اوور شدم. دوران مزخرفی بود. با کتک می فهمیدی چه کاری بد است و چه کاری خوب. کارهای خوب هیچ لذتی نداشت. باید تلاش می کردی کارهای بد را جوری که دیگران نبینند انجام دهی. این لامصب پنهانی و قایمکی لذتش را 2 برابر می کرد. یک روز وقتی داشتم نان خشک‌ها را به نمکی می فروختم، آنتن آلومینیومی را در بساطش دیدم. نمکی گفت اگه آلومینیوم داشته باشی به قیمت خوب می خرم. نقشه‌ای کشیدم. دودماغی را که مثل من پسر شر و شوری در ضمن احمقی بود از نقشه‌ام با خبر کردم و گفتم ساعت 12 شب بالا پشت بوم باش. دودماغی چند سال پیش بعد از تحمل دوران پرفراز و نشیب اعتیاد به علت تزریق سرنگ هوا دار فانی را ودا گفت. پشت بام‌ها به هم وصل بود. با کمک دودماغی آنتن‌های کل کوچه را کندیم و در گونی ریختیم.
اول آنتن خانه خودمان را کندیم تا کسی شک نکند. صبح روز بعد همه زنها از دزد آنتن میگفتند. ظهر گونی را تحویل نمکی دادم و پول هنگفتی نصیبمان شد. تا شب که پدرها از سر کار بیایند دلی از عزا در آوردیم. ساندویچ همبرگر، نوشابه شیشه‌ای فانتا، جگر و خوشگوشت و هزاران خوراکی ریز و درشت دیگر. ما بقیه پول را بین خودمان قسمت کردیم. تو دماغی همه نقشه ها را نقشه برآب کرد. کودن بیشور وقت شام لب به غذا نزده بود. همین امر باعث شد لو برویم. کتک مفصلی با کمربند خوردم. با این حال پیش خود می گفتم ارزششو داشت. آدمها همه تلاششان را می کنند که لذت ببرند. لذت بردن است که انگیزه آدم هاست. شما غذا میخوری تا لذت ببری، کار میکنی تا درآمد به دست بیاوری، تا چیزهایی که دوست داری را بخری و لذت ببری. زن میگیری و بچه دار میشوی تا لذت خانواده دار شدن را بچشی. حتی نماز و روزه میخوانی و میگیری تا لذت ببری و 1000 بار آن اتفاق را تکرار میکنی تا طعم اصیل لذت را در میان این همه تکرار تجربه کنی. هر لذتی در زمان معنا میشود. مثلا نوزاد بزرگترین لذتش مکیدن پستان مادر است. کودک با اسباب بازی ارضا می شود. نوجوان با دوچرخه و به همین ترتیب آدمیزاد به دنبال تجربه جدید و ارتقاء سطح لذت است. در سن 50 سالگی موتورسواری کیفی ندارد و یا در دوران کودکی شنیدن اخبار. و از اوضاع نامناسب کار را به جایی می رساند که برای دوری از رنج و سختی این کارها را می کنی. یعنی انقدر از لذت دور می شوی که می گویی فعلا رنج را نبرم تا بعد ببینیم چه می شود. وضعیت من یک همچین چیزی است. قبل از آنتن دزدی با تو دماغی قرار کپون دزدی گذاشته بودیم. آن زمانها دولت به خانواده ها کپون میداد. روی برگه کاغذی نقاشی 4 آدمک را کشیده بودند و کنارش نوشته بودند 4 نفره. با تو دماغی قرار گذاشتیم کپون شماره 557 را هر کداممان از جمع کپون‌های خانوار جدا کنیم و ببریم به دستفروش‌هایی که در 4 راه‌ها می‌ایستند بفروشیم. کپون تو دماغی 6 آدمک داشت. پول را به جیب زدیم و به محل برگشتیم و متوجه شدیم از شانس همان روز کپون 557 اعلام شد. بیشتر از 1 ساعت مامان کپون‌ها را زیر و رو کرد تا قبول کند که شماره 557 وجود ندارد و احتمالاً این شماره را به خانواده ما ندادند. هیچ کس با خبر نمی‌شد اگر دهان تو دماغی بسته می‌ماند. مادرش راپورت را به مادرم داد و بعد از اینکه پول را برگرداندم روی دستم قاشق داغ گذاشت. من هم برای انتقام سراغ تو دماغی رفتم و با کتککاری حالیش کردم که از دزدی بدتر دهن لقی است. ولی احتمالاً مفهوم را مثل تمام لحظات عمرش نگرفت و آخر سر هم معتاد شد و از بین رفت. از شب آنتن دزدی به بعد من از خانه اخراج شدم. چند شب بیرون جلوی در خوابیدم و بعد از آبروریزی‌های پیاپی ماما وساطت کرد و کلید زیر پله را با پذیرایی لنگ دمپایی تقدیمم کرد. حالا به طور کامل از ارث محروم شدم. ایده زندگی بهتر بعد از مرگ والدین پشم شد. حالا باید قبول کنم که هیچ آینده‌ای در کار نیست. هیچ چیزی نیست که بشود در این عمر باقی مانده دلخوش به آن باشم. لذت‌ها طعم کهنگی می‌دهند و شور و شوق انجام کاری نیست. 11. قمارباز. بعد از آشوب در خیابان به یک نتیجه مهم در زندگی رسیدم. علاوه بر اینکه خانواده و اجتماع مرا طرد کرده اند، زندان و بازداشتگاه هم مرا قبول نمی کنند. من هیچ دوست یا دوست دختری ندارم. هیچ کس
بیشتر از 10 روز نمیتواند مرا تحمل کند. برای تداوم دوستی تلاشی نمی کنم و معتقدم هر رابطه ای عمری دارد. درست مثل عمر انسان یا عمر هر موجود زنده. جاندار یک روز به دنیا می آید، رشد و نمو می کند و به اوج می رسد و بعد پیر و بی‌حوصله می شود و سرانجام از بین می رود. اولین دختری که با من دوست شد را هیچ وقت ندیدم. لحظه آشنایی معمولاً لذت بخش و جالب است. دوست داری ویژگی‌های شخصیتی طرف مقابل را بشناسی، از اینکه چه چیزهایی را دوست دارد و از چه چیزهایی متنفر است تعجب می‌کنی. دختر به تلفن خانه زنگ می‌زد و اگر ماما دخالت نمی‌کرد با هم لاس می‌زدیم. آن زمان موبایل تازه آمده بود و آدم‌های بی‌پولی مثل ما از داشتنش محروم بودند. دختر میگفت آرایشگرم، اگه دوست داری بیا موهاتو کوتاه کنم. منم میگفتم باشه، یه روز که موهام بلند شد میام، فعلا کچلم. بعد او میگفت کچل نیستی، خودم امروز دیدمت. کم کم به شناخت اجمالی طرف مقابل میرسی و در صورتی که شخصیت طرف مقابل تنشی با شخصیت تو نداشته باشد سعی میکنی به رابطه ادامه دهی. قرار میگذاشت و من نمیرفتم. میگفت برات هدیه گرفتم، بیا بهت بدم، ولی من هیچ علاقه‌ای به این مسخره بازی هایی که دختر و پسرها میکردند نداشتم. وجود طرف مقابل برایت تکراری و قابل پیش بینی است و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه رابطه نداری. یک روز هم که از تماس‌ها و وقت تلف کردن‌هایش حوصله‌ام سر رفت گفتم دیگه زنگ نزن، حوصله‌تو ندارم. او هم قطع کرد و دیگر زنگ نزد. بعد از اتمام رابطه دوستی به پایان میرسد و به مرگ رابطه می انجامد. انگار که آن انسان برایت مرده است و دیگر نمیبینیش. شاید مشکل جنسی داشته باشم، شاید هم غرور و تکبر نمیگذارد منت جنس ماده را بکشم. وقتی نوزاد باشی و موقع مکیدن پستان کتک بخوری طعم مهر و محبت را نمیفهمی. سعی میکنی از شیشه شیر بنوشی تا از آغوش مادر. شاید هم شرارت از نوزادی همراه من بوده و همان موقع پستان ماما را گاز می گرفتم. ماما انگار با من پدرکشتگی داشت. صبح تا شب جلوی تلویزیون می نشست و فیلم ها و سریال های سخیف نگاه می کرد. از قدیم همین طور بود. کاری که مادرهای بچه ها می کردن بلد نبود و یا نمی خواست برایم کاری کند. شاید هم مادر ماما با او همین رفتار را کرده و نسل به نسل این نوع فرزندداری به او رسیده. مثلا صبح بلند شود و برای بچهش صبحانه تدارک ببیند و او را با بوسه‌ای راهی مدرسه کند. روز اول مدرسه معمولا همه بچه ها به گریه می افتند. من تنها کسی بودم که بدون والدین به مدرسه رفتم. عین یک بچه یتیم که کسی را ندارد. در طول دوران تحصیل 1 ساعت زودتر می رفتم و در برگشت 1 ساعت هم دیر به خانه می آمدم. زمان آزاد را صرف قمار می کردم. انواع قمار شامل بیخ-دیواری و کارت و تیله بازی و غیره. بازی مهم نبود. قماری که در این راه شکل می گرفت لذت بخش و اعتیادآور بود. اول یا دوم راهنمایی بودم. یک روز موقع زنگ تفریح سر 1 ساندویچ و نوشابه بیخ-دیواری شرط بستم. آدم‌هایی که شکست در سیستم مغزیشان تعریف نشده بدترین آدم‌ها هستند. آنها جمله ساموئل بکت را نخواندند که میگوید هر چه شکست خوردی مهم نیست، باز هم شکست بخور. این بار شکست بهتری خواهی خورد. من شرط را بردم ولی پسر هوچیگری کرد. میخواست از زیر دین فرار کند. من هم با مشت و لگد به جانش افتادم. ناظم هر دوی ما را با شیلنگ تنبیه کرد. روز نبود که شلنگ نخورم. با اینکه نمرات درسی هم خوب بود ولی همیشه انضباط یکی از ترسناکترین نمرات کارنامه‌ام بود. اولین تنبیه مدرسه در دوران اول ابتدایی شکل گرفت. معلم به خاطر شیطنت و شکلک درآوردنم موقع درس مرا فلک کرد. فلک جزو تنبیهات سخت دوران قاجار بود و آخرین مراحلش در دوره‌ای که من تحصیل می‌کردم مورد استفاده قرار گرفت. روی میز نخست کلاس درازم کردند.
2 نفر از شاگرد با ادب‌ها دست و پایم را گرفتند و معلم با خطکش به کف پاهایم میزد. معلم موقع زدن انقدر مسخره بازی در می آورد که کل کلاس از خنده روده بر می شدند. یکی کف پا می زد و موقعی که می خواستم گریه کنم قلقلکم می داد. زیر بغلش را می خاراند و ادا در می آورد. با اینکه این نوع تنبیه مورد نقد آموزش و پرورش قرار گرفت و منسوخ شده بود، اما در مدرسه ما هنوز به شیوهی گذشته اجرا می شد. در دوره راهنمایی معلم‌ها و ناظم‌ها شلنگ‌های متعددی را برای تنبیه در کیفشان می‌گذاشتند و به مدرسه می‌آوردند. شلنگ معلم ریاضی کوتاه و نرم بود. این شلنگ را یک دستی استفاده می‌کرد. فرد خاطی زیر انگشت کوچکش درد و سوزش را همزمان تجربه می‌کرد. شلنگ معلم علوم بلند و نرم بود و به 2 دست زده می‌شد. فقط سوزش داشت. معلم ادبیات شلنگ نداشت. گردن را خم می‌کرد و زیر گوش بچه‌ها می‌زد که تا زنگ تفریح بعدی گوش صدای سوت می‌داد. شلنگ ناظم بلند و خشک بود. هیچ سوزشی نداشت. عین عیار طلا. درد 24 ساعته به دستت می‌داد. هر 2 دست را باید بی لرزش جلو می‌گرفتی. ناظم آنقدر محکم ضربه را وارد می‌کرد که موقع زدن کمرش خم می‌شد. انگار که در دسته عزاداری زنجیر میزد و هر ضربه ثوابی بود که در نامه اعمالش ثبت میشد. دقیقاً یک همچین نگاه مقدسی در چشمانش بود. موقع زدن تأکید میکرد که اگر دستت را بکشی و شلنگ به انگشت بگیرد و شکستگی حاصل شود، عواقبش به عهده خودت است. این شلنگ درد را در استخوانها به وجود می آورد و تو حس می کنی کف دستت را زیر سنگ گذاشتند و کسی روی سنگ رفته تا فشار را دوچندان کند. بعد از خوردن 10 شلنگ حالا باید موضوع دعوا را شرح می دادیم. بازجویی صورت گرفت و قمار و شرط بندی مطرح شد. گناه قمار اما به وسیله شلنگ ختم نشد. باید والدین به مدرسه می آمدند. بزرگترین مشکل من حضور والدین در مدرسه بود. پاپا و ماما هیچ وقت به مدرسه نمی آمدند. دلیل اصلی آنان پول بود. والدین باید پولی تحت عنوان کمک به مدرسه پرداخت می کردند. کمک به مدرسه پول زوری بود که مسئولین از جیب مردم بیرون می کشیدند تا صرف هزینه‌های جاری مدرسه کنند. با اینکه در قانون اساسی خدماتی مثل تحصیل و بهداشت باید رایگان ارائه می شد، اما هیچگاه مثل آب خوش نمی توانستی از این خدمات بهره مند شوی. بنابراین اگر جنازه خونی و مالی من هم در مدرسه می ماند، والدینم حاضر به حضور در مدرسه نبودند که جسدم را تحویل بگیرند. من راه حل آسانتری را پیش گرفتم. به زن یکی از همسایه ها لفظ خاله می بستم و با خواهش و تمنا به جای مادرم به مدرسه می بردم. در عوضش پول می داد، برایش نان و سبزی و خرت و پرت دیگر می گرفتم و لازم نبود او وقتش را در سقف سپری کند. مالیات خریدش را هم خرج کلوب می کردم. بعدها در مدرسه لو رفت که او مادرم نیست و من به کل قید قمار را زدم. اما کسی که باعث شد من با تمام توانایی‌ها و قابلیت‌ها به سمت اعتیاد نروم برادرم بود. او 10 سال از من بزرگتر بود. دوران طلایی بسیار کوتاهی داشت. مورد رحمت و مغفرت والدین بود و همه دوستان و آشنایان به او احترام می‌گذاشتند. 12. یاور همیشه مؤمن. نخوت و تکبر باد آدم را زیاد می کند. برادر بزرگ من به دام اعتیاد افتاد. وقتی پدر و مادر به زیارت می رفتند، من که نوجوانی متزلزل بودم را مجبور می کرد چند پوکی به سیخ و سنجاقش بزنم. من اما مثل دشمنم با او تا می کردم. مسبب تمام عقده‌ها و کمبودهایم را برادرم میپنداشتم و برای انتقام از روزگار فرصت میخواستم تا قد و بالایی پیدا کنم تا تمام آن شکنجه هایی که در دوران ضعف به من کرده بود جبران کنم. بیشتر شکنجه هایش از 5 سالگی من آغاز شد. او 15 ساله بود و تازه پشت لبش سبز شده بود. مرا مجبور میکرد سگش باشم.
تیر و کمان به دست گنجشک شکار می کرد و من مثل سگ باید می رفتم شکار را به دندان می گرفتم و برای برادرم می آوردم. اگر تمرد می کردم و یا گنجشک را با دندان نمی آوردم و مثلا با دست جلویش می گرفتم، مرا محاکمه صحرایی می کرد. محاکمه صحرایی را از فیلم های آن زمان یاد گرفته بود. یک قانون من درآوردی می گذاشت و شروع به شکنجه می کرد. باید روی گل قالی روی پنجه می ایستادم. او از 100 تا 0 می شمرد و من بدون اینکه پلک بزنم باید همانطور می ماندم. اگر پلک می زدم قانونی وضع کرده بود که می توانست به موجب آن موی ابرویم را بکند. اگر در خانه نمی توانست مرا محاکمه کند، پاهایم را روی قیر داغ تیر برق می گذاشت و قانون را بدین ترتیب اعمال می کرد. بعدها از قوانین متنفر شدم و منتظر فرصتی بودم تا هر قانونی که باید انجام دهم را زیر پا بگذارم. این رویه تا نوجوانی من ادامه داشت و روزی که پیشنهاد کشیدن تریاک را به من داد، سرکش و انتقامجو شدم. با اینکه زور و بازوی او را نداشتم، سعی می کردم تمام تلاش خود را برای مبارزه ابراز دارم. نتیجه نداد و سیخ داغ را روی لبهایم گذاشت. وقتی ماما سوختگی لبم را دید، رنگ و رویش باز شد و گفت: دستش درد نکنه، دیگه بیجا دهنتو باز نمی کنی. از خودش هم نپرسید سیخ داغ را برای چه کاری می توان استفاده کرد. برادر همه را قال گذاشت. تمام پول پاپا را که در صندوق خانه بود کش رفت و عازم ژاپن شد. والدینم هیچ وقت از این کار او به عنوان دزدی یاد نکردند. چند سال بعد خبر آوردند که توسط یاکوزاها کشته شده. جنازه‌اش را به دریا انداخته بودند. من اما در حسرت انتقام ماندم. سیزده. داستان مسلمان شدنم. حالا با این وضعیت تعلیم و تربیت توقع دارید من آدم نرمالی باشم و در چارچوب‌های تعریف شده بگنجم؟ باید همین آدم 26 ساله سفیه که می‌بینید باشم. باید طرد شوم و کسی عقاید و طرز زیستنم را نپسندد. جایی در جامعه نداشته باشم و از هستی ساقط شوم. من باید مقطوع النسل شوم تا موجودی شبیه من ادامه و تکثیر نیابد. شما گله گوسفند را در نظر بگیرید. گوسفند یا بزی که سعی در برهم زدن شرایط و قوانین طویله داشته باشد هیچ به درد دامدار نمیخورد. بزی که سیستم آخر را به هم بزند گوسفندان دیگر را ترغیب به عدم شیردهی و باروری کند و هر لحظه به دنبال راهی برای فرار باشد نصیب گرگ بیابان می شود و یا در بهترین حالت قصاب شیطنت‌هایش را با ساطور و چاقو تسویه می کند تا یک تراژدی را شکل دهد. دوست ندارم کسی مرا دنبال کند، مرا بپسندد و یا فکر و زیستم را تجربه کند. باید موجود مفلوک بی‌رقیبی باشم. من نه برای خانواده و دوستان و اهل محل مفیدم و نه برای خودم برای خودم زیان بیشتری دارم. همینطور برای دیگران مخربترم. مثل میکروب یا ویروس وارد تن و بدن موجود زنده می شوم و با تکثیر درد و مرض موجبات مرگ را فراهم می کنم. در زندگی رسوخ می کنم و سیستم روحی و جسمی حیات را از بین می برم. من بی هویتم. از لحاظ دینی و اعتقادی به اسم مسلمان زندگی می کنم. همین برای مسلمان بودن کافی است و کسی فرم و پرسشنامه‌ای برای پر کردن نخواسته. موقعی که مسلمان شدم 6 سالم بود. پاپا و ماما با محبت با من رفتار کردند و گفتند میریم شهر بازی. این محبت بسیار ترسناک بود. ماما پفک و چیپس برایم خرید و به همراه پاپا که در گوشم میگفت قراره که مرد بشی سوار تاکسی نارنجی پیکانی شدیم و رفتیم.
حجم توجه آنها آنقدر غافلگیر کننده بود که میشد حدس زد از این خوشخدمتی آبی گرم نمی شود. در راه سکوت کردیم و پاپا دست نوازش بر سرم می کشید. دست را محکم از فرق سر تا نوک پیشانی می کشید، انگار که بخواهد بیشتر حرصم را در بیاورد. دستش را پس کشیدم و عصبانیش کردم. همانجا توی تاکسی پس گردنی محکمی زد و اشکم را درآورد. همه مهر و محبتش به همینجا ختم شد. قبل اینکه برسیم مثل گوسفند قربانی که قبل ذبح آب می نوشد حس ترس و وحشت داشتم. رفتیم درمانگاه یا جایی شبیه آن. 2 مرد دست و پایم را گرفتند تا تکان نخورم. دکتر روپوش سفید داشت و ماسک زده بود. تیغ جراحی را دست گرفت و نعره‌های بی امان من مثل موشی بود که آتشش زده باشند. به خانه آمدیم. شورت نداشتم. دامنی سفید به پا کرده بودم و برای جایزه ماما تفنگ پلاستیکی برایم خرید. انگار که تمام درد ختنه خاتمه پیدا کرده باشد تا آمدم قرقر اسلحه را در بیاورم. برادرم انگار که درون فیلمی جنگی باشد پرید و تفنگ را از دستم قاپید و شروع کرد به تیراندازی. 1 دور که دور اتاق زد و شلیک کرد، روی زمین شیریجه زد و تفنگ صاحب مرده دل و روده‌اش پخش و پلا شد و باز گریه من در آمد. میخندید و حرص مرا بیشتر در میآورد. من اما حسرت و حقحق قبل شلیک داشتم. ماما بی حس و حال انگار که وظیفه‌اش را انجام داده و هیچ مسئولیت دیگری را به عهده نگیرد فقط گفت به جهنم که شکست، میخواستی مواظبش باشی. پاپا سعی کرد مرا به مسجد رفتن و نماز خواندن ترغیب کند. صبحها با صدای بسیار بلند نماز میخواند تا از خواب بیدار شوم و بهانه‌ای برای نماز نداشته باشم. اگر خود را به خواب میزدم لگدی پرت میکرد و مطمئن میشد که بیدار باشم. خودش میگفت ثواب دارد بلند بخوانی. من هم صبح زود با صدای خیلی بلند نماز میخواندم تا اینکه همسایه کناری به پاپا یادآوری کرد که صدای نماز صبح آقازاده بیش از حد بلند است و ممکن است موجبات آزار همسایگان دیگر را فراهم کند. این بود که رضایت به آرام خواندن داد. کار را به جایی رسانده بودم که موقع نیت نماز میگفتم 4 رکعت نماز ظهری برای رضای پاپا میخوانم قربتنا لله. برای لجبازی حمد و سوره نمیخواندم و مثل کلاغ خم و راست میشدم. یک بار که حسابی عصبانیم کرده بود و مجبور کرده بود به مسجد بروم، نعلین پیش نماز را از جاکفشی برداشتم و به بالای پشت بام مسجد پرت کردم. پاپا حدس زده بود سرقت نعلین کار من است. این بود که کفش‌های خود را به روحانی داد و مرا فرستاد از خانه کفشی بیاورم. من هم که لجباز بودم دمپایی گل منگولی ماما را برایش آوردم و بدون اینکه منتظر واکنش باشم سری مسجد را ترک کردم. تصور این که پاپا با دمپایی گل منگولی راه مسجد تا خانه را پیموده هنوز هم دلم را غنج می‌زند. هویت چیزی است که شما را متعلق می‌کند. شما می توانید یک ایرانی باشید. می توانید به ترک یا کرد بودن افتخار کنید. می توانید به دین و مذهبتان بنازید و برای نژاد و ریشه و تبارتان داستانها بسازید. حالا فرض کنید شما به هیچ یک از چیزهایی که دارید افتخار نمی کنید. تاریخ و فرهنگ و زبانتان بی اهمیت ترین چیزها برایتان شود. از انجام وظایف دینی و ملی و انسانی تفره روید و هیچ حس و حالی نسبت به این مسائل نداشته باشید. یقینا شما انسانی بی‌هویت محسوب می‌شوید. انسان بی‌هویت هیچ باید و نبایدی ندارد. دنبال رو ایدئولوژی و فکر مقدسی نیست و برای رسیدن به اهدافش از هیچ جنایت و فرومایگی دریغ نمی‌کند. اینکه انسان چگونه بی‌هویت می‌شود بسیار پیچیده است. آنقدر پیچیده که خود فرد هیچ سر در نمی آورد چه چیزی باعث شده به اینجا برسد. انسان بی‌هویت بیشتر می تواند خود را با شرایط موجود وقف دهد. می تواند به هر ذلت و پستی تن دهد و برایش مهم نباشد عقیده و ایمانش چیست که حالا در حال سرپیچی از آنهاست. انسان بی‌هویت می تواند در لجنزار زندگی کند
در بیابان تولید مثل کند، در زندان، شکنجهگاه و هر جایی که فکر کنید نشود در آنجا زیست. انسان بی‌هویت با تغییر دلار و سکه و مسکن و مرغ و غیره هیچ واکنشی ندارد. برایش مهم نیست که گرانی چه تبعاتی دارد. هیچ اعتراضی نمی کند و یا چون قبلا اعتراض کرده و کسی حرفش را نخریده حجت تمام شده و دیگر تلاشی نمی کند. شاید شما هم این جملات را شنیده باشید. سکه؟ بذار گرون بشه به تخمت. گرون شد، گرون میفروشیم، به ما چه؟ من که دارم از این خراب شده میرم، گوره بابای بقیه. من دلار دارم، هر چقدر میخواد بذار گرون بشه، به نفع منه. این که یک انسان چه مراحلی را طی می‌کند تا به اینجا برسد، پروژه بسیار پرهزینه‌ای برای جامعه شناسان و روانشناسان است. اما مسئله اصلی این است که ما انسان‌ها به دنبال اصلاح و ترمیم چیزی نیستیم. راحت این است که لیوان شکسته را دور بریزیم و لیوان جدیدی را جایگزین آن کنیم. سال‌هاست که دیگر کسی به چینی بندزن احتیاج ندارد. انسان‌هایی که تربیت غلط و زندگی پرفراز و نشیبی دارند را طرد می‌کنیم و برای آیندگان سرمایه گذاری می‌کنیم. دزدها و قاتلها را به انسانیت نزدیک نمی‌کنیم و یا خود را مقصر به وجود آمدن این انسان‌ها نمی‌دانیم. با ساخت و تشکیل زندان‌ها همه بزهکاران را از جامعه دور می‌کنیم و برای اصلاح آنها هیچ برنامه کاربردی نداریم. آسوده آن است که همه آنها را دار بزنیم. برایمان راحت است که سیب خراب را از جعبه دور بگذاریم تا به اصطلاح کل جعبه را خراب نکند. سیب‌های خراب و لهیده را در سطل زباله بریزیم و دلخوش به جعبه پاک و مطهرمان باشیم و تعجب کنیم چرا دوباره سیب خراب در جعبه دیده می شود. چهارده، دفتر مشق. ماه کامل بود، انگار کسی رویش اسید ریخته باشد. کک و مک‌هایش خیلی واضح دیده میشد. دفتر خانم معلم را باز کردم، سیگاری دود کردم و مشغول خواندن شدم. با خودکار خیلی خوشخط و خوانا داستانش را نوشته. با اینکه جاهایی از صفحه را خط خطی کرده، ولی همه چیز تمیز و ادیبانه است. ادیبانه کلمه خیلی خوبی است. شما وقتی دفتر تمیز و خوشخطی را مطالعه کنید، مطمئناً به این نتیجه می رسید که طرف ادیبانه نوشته. آن هم در دوره و زمانه‌ای که کمتر کسی قلم و کاغذ دست می گیرد و چیز می نویسد. چون اصولاً کسی چیزی نمی خواند. اگر می خواندند که وضعیتمان این نبود. بود؟ باید معلم باشی تا از عهده همچین کارهایی بر بیایی. خانم معلم در دفتر مشقش اینجور شروع کرده بود: پایان فصل دوم.